یعنی لعنت به من که بعضی وقتا یه زری میزنم و دیگه نمیشه جمعش کرد. آقا دیروز پیروز من اصرار به فرشته و مهدی آی بریم کمپینگ، بریم تو جنگل کباب به یاد شمال ای عرقسگی بخوریم فلان. آقا اینا گفتن نه عزیزم پسرک جوان جویایی نام نریم نکنیم فلان، ولی من یه دندگی که آقا فلان بریم خیلی انقدر پیر نباشید و بهم گفتن که بارونه، ولی آی خدایا عجب گوی خوردم، چه اشتباهی کردم. قبل اینکه فرشته بیدار شه بریم سریع خرید بکنیم، خدا لعنت کنه منو. گوش میدی؟ بریم سریع با همین لباسام بریم نگاه کنیم چه باحاله، با همین سریع بریم برگردیم. بودو بریم. من دوست دارم تو همین لابی اینجای بالش پتو بذارم بخوابم، چون لابی خیلی گرمه، اصلا بیرون از این در نرم. گوش میده؟ من کلی هم خریدای مختلف دارم. آقا میدونم در این بلاک قراره کلی غر زدم بگیم. نه تو کامنت بگید چرا غر زدم. یخه با یخه ماشین کو، ماشینم کو. This is the end. بزنم گوشیم داره. اوه کولر رو روشن کردم. الو چی میگی داش؟ تو چی میگی الان؟ میگم راه میافتی زنگ بزن داش. اونجا بارون نیست؟ نه. جدی میگی؟ شاید الان براتون سوال شه که آقا دیروز چرا همه این کارا رو نکردی، این خریدا رو چرا سر صبح در دقیقه 90 تو چه آدم بی برنامه‌ای هستی؟ خیر دیروز همه جا بسته بود. نمیدونم کریسمس دی بود، کریسمس ایو بود، کریسمس چه کوفتی بود، همه جا یه جوری همه جا بسته بود پشمات میری. بچه‌ها یه نون لواش بردارم، همون لواش ارمنی میگیرم به یاد بچه‌های ارمنستان. خب بچه‌ها الان من فقط چی بهش میگید شما؟ بال و پاچین، بال و رون، از اینا میخرم، چون گوشت تو خونه داریم. پلن ناهارم به ماهیه، قراره ماهی بخوریم، اونم داریم، گوشتم داریم. اینو گفتم عنوان مزه بخرم ها. اوکی من 2 تا از این آبام میگیرم. بچه با اینکه اصلا ما توی خونه نوشابه نمیخوریم، ولی دیگه الان سفر اشغاله دیگه. من نوشابه نمیخورم، من اکثر فرشم همینجوریه، فقط سپارکلینگ واتر میخوریم، همون آب گازدار طور ولی طعم داره. این خود دل است. ما که داریم منزه کافی به خودمون ضرر میزنیم، با نوشابه تکمیلش میکنیم. برو بریم. کل این خریدایی که کردم شد $32. سر پیکنیک چی میگه تو صندوق من؟ کار تریاک میکشم با تو فوق. آها شاید هم براتون سوال باشه خب مثلا بقیه چیزاتون کو؟ خب منقلی، چادری، میزی، اینا رو برمی‌داریم. میز و این چیزا رو داریم. یه سری چیزا رو هم خب مهدی جان میاره دیگه. چادر رو مهدی میاره، صندلی‌ها رو مهدی میاره، مشروبا رو مهدی میاره، یخ اونجا میگیریم چون آب میشه. او آیس باکس خوب شد گفتم میام. داداش چه خبره الی؟ وات این درخت به این گندگی چجوری افتاده؟ خدایا چه طوفانی مگه زده؟ ما کجا میریم امروز وسط جنگل؟ برشه پاشو من ناکن شبیه بابا پیاز برداشتم با آب لیمو. خدایا ما قراره که راه بیفتیم و بریم پی زندگی. آها سلام. دوستان شما چجوری میرید کمپینگ؟ خوشتیپ، دختران لک، پسران شلوارک. ما رو نها کن. این چه قضیه؟ چه هوای سکسی نه؟ خیلی هوای خوبیه. خب دوستان دوباره فیمس فرشته و توییتا پریوز. چرا من الان باید توتی بدم دست این آدم؟ نه تا شب میخواد بگه من به قرآن همه چی رو جمع کردم غیر اون چیزی که باید. بچه اصلی ترین غذامونو جا گذاشته. چی رو جمع؟ ماهیا رو. من از قصد ماهیا رو
بخرم بهتره. ما 2 ماه مایه نگه داشتیم برای این کم و تو رفتی نمک لیمو آبلیمو برای مایه رو نگفتی تو اینا رو باید. الان میام میگیرم. دوستان یکی اون بر خیابون چپ کرده، من قدم نمیرسه ببینم ولی شما رو میدم بالا برید ببینید. امیدوارم که دیده باشید. دیدید؟ اونجا یه آب گرم داره، بهتون نگفتم اصلا کجا میریم. اونجا یه آب گرمیه، مایوها رو میپوشیم میپریم تو آب گرم. این تو آب گرم بیرون سرد مست فلان، برنامه همینه دیگه. مثل همیشه ما داریم میریم الکل تراپی. خوش اومدید به یه پارت دیگه از الکل تراپی. الو مهدی جان داداش، تو گفتی که بیای نزدیک بشی. بارون اینجا کم و بارون داره تگرگ میشه کم کم. این بارون اونجا بارون نیست. یعنی هیچ بارونی اونجا نیست. این آدم داره دروغ میگه. اونجا الان به نظر تو فش جا میشه فاصله 1 ساعت مال اوشون خشک برای ما تر میشه؟ احتمالاً بشه. دوستان مهدی کل سندیگو رو گشته ولی ماهی پیدا نکرده متاسفانه. الان من یه سرچ کردم سر رامونه، شاید 5 دقیقه رامونو دور کنه کلا. گفتم بریم اینجا توی مپ نوشته که یه فروشگاه بزرگه که تمام چیزای ماهی‌ها رو داره. خب ببینید دوستان، ما این مسیر رو مستقیم میرفتیم الان، ولی میبینید اینجا داریم میریم چپ و یکم بعد میریم جلوتر اینجا و اینجا خرید میکنیم، دوباره میریم تو همین جاده ادامه‌شو میریم. همین. اینجا یه شهر خیلی کوچیکه، اسمش نمیدونم چیه، شهرهای بین چیزا کرده. من یه زری زدم گفتم اینجا یه شهر بین راهی فلان. داداش لاکچری زندگی میکنه اینا، پشمام ریخته. اینا همه ویلایی بزرگ، جای خوشگل، اصلا هوا آدم میخواد زوزه بکشه. میدی؟ درست قصدا این چی؟ چیکار میکنی؟ ربه که خط لب میزنی بعد اینو میکنی خوش میشه، بعد دیگه رنگش تا خیلی میمونه. بچه ها امروز آرایش نکردن، بودم اینو بذارم یکم سرخ خواب آها اینا نوشت اصلا اسمشه بچه ها، سی فود مارکت، یعنی فقط چیزای دریایی. فرشته جان بپر بریم. فکر می‌کنم صورت زخمی چیزیه. چقدر چیزای ژاپنی ماپونی دارن اینجا، سس سویا و فلان. این چیه؟ سس موز. فرشته این چیه؟ سس موز، بانانا ساوس. باریکلا. اینا رو ببینی؟ اینا خوابن. اینا می‌بینی؟ پشمام. بعد اینو میتونی بگیری همینجوری ببری بفروشی بخوری. ولکن خوشش گیرن همه تا. ببخشید بچه ها رفتیم پس 3 تا ماهی سفید گرفتیم. ماهی سفید هم سید ترکیه بود، روی چیزش نوشته بود که ترکیه گرفتنش. که ترکیه ایران بغل همن دیگه، هم ماهیه. بعد یه ماهی سفید کبابی خوب شمالی قراره به این دوستان عزیز مشهدی بدم. برار گلم آمدی بابول سر، جایتان روی چشم و قدمتون روی چشم جا داره. قرار توی کباب درست بکنم، انگشتاتون هم بکنم. یه دستم فرشته گرفته، یه دستم که من دوربین دارم. حالا فکر میکنم سر این پیچ چطور دارم میرم. دوستانی که قدشون بلنده میدونن. ببین امتحان نکنید این کاره، خیلی باید تمرین سالیان پشتش بشه. با این پا نگاه، پای راست نه پای چپ نگاه کن، میبینی جانم به این موزیک. من میام این جاده جنگل منگل میبینم، برمیگردم به حالت کارخونه. از آوردیم فرشته، این صفر شده بود. هر لحظه من استرس داشتم که این کجا قراره وایسته. بریم میتی فکر کنم داخل فرشته تو ماشینش او چقدر یخه بی با خوراک همه این. من بچه شمالم. میتی یخ کرده. یخ بزرگ میتی یخ کرده. میتی گرفتی یخو؟ بابا یخ اصلا آبجو اصلش اینه که تو یخ. برای آیس باکس شفاف نمی‌کنی. چرا؟ آیس باکس من کوچیکه. گرفتی پولشو دادی؟ نه. بلند کنم بریم؟ پولشو بده بیا.
من دارم، من نوشابه دارم. آبجو نگیرم یعنی 6 آقا میخوای بگیر، من چه میدونم. یخ در بهش دارم. من میخورم آقا، من تا صبح مشروب میخورم. گوش دادی؟ چی؟ فردا از خواب بیدار شیم چی میخوریم؟ سرما احتمال. باور کن. یه چیزی که بخوایم صبح بخوریم بیدار شیم داریم چیزی یا نه؟ چای آوردم. ماشین چی؟ ماشین کی؟ بگو. بریکینگ بد. ماشین بریکینگ بد. این یارو کی بود کچله؟ والتر وایت. آره ماشین والتر وایت. ماشین والتر وایت. وایسم چقدر پول بنزین شد؟ $56 کوفت بخوره این زندگی. بگو بابا من سوسیس میخوام، سوسیس، ولی سوسیس مناسبه تو نیست. بورد گیم ها رو داری یا نه؟ بریم تا داشت صبح بورد گیم. بخاری داشت. شول بکشیم برو. من نمیتونم برم، باید صبر کنم میتی کودن بیاد، چون میتی رزرو کرده به نام اون راه میدن. کودن اومد. بیا اون احمق هم اینه من اونجا وایساد یه دقیقه شک کرد خدایا کجا ده. یعنی 5 روز کاری تو راه بودی. مستقیمه یا این ور بود؟ مستقیم نوشته ورودی دیگه، برو. داشتم لذت میبردم. میدونم برو. خب بچه‌ها رسیدیم به ورودی آگوا کلمنته. بچه اینجا هم یه آبگرم سربازه. اینجا همینجا اینجاست. درست. ما اینجا با فرشی سلفی داریم. ما میگیم که او پیرزن خونه است که همه پیرزن پیرمرد شلوول ریختن بیرونی وسط نشستن. باشه ما آخر شب میریم و جوون مبونا بیان خودمون باشیم مثلا. اوه چقدر بابا باریکلا مهدی دست پر اومدی. نه خوش آمد ازت، آفرین خوش آمد. اکیوپمنت میل. خدایا ما اینه 4 تا بچه میمونیم که چقدر ذوق و شوق داریم. تارکم چی فکر کردی؟ خوش به حال کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن. به قرآن داشتم یه کلیه‌مو بدم الان خونه بودم ای ویدیو رو میدیدم. ولم از کن. نگاه شما. خب 3 تا گذاشتم توش به تعداد آجمتی. گوش شدی؟ خب بچه من زغالا رو میریزم. این میشه الان زغالای ما. الان میخوام براشون ماهی درست کنم. برنج گذاشتم. سر کی چی میگی؟ اینو از ارزم بزرگتون آتیش گرفته. آتیش نگرفته یعنی داره آتیش میگیره. بعد داریم آبجو میخوریم. الان حاجمتی میخواد اونجا یه سری فایر پیت درست کنه. بعد من میخوام قلیون بذارم. این ماشینم هم اینجوری نمایشگاهی پارک کردم. آره بعدم میخوام بریم اون تو آب گرم با ما همراه باشید. امشب شب درازی است. خب بچه‌ها در کمال ناباوری برنج منده خاموش میکنم. یه برنج خفن با کمتری نمیکنن. باریکلا. برش بزن ببین چه جوری شده. عالی شده عالی. خب بخور تو که نخوردی هنوز. خب بچه‌ها میخوام بگن وای با دست میخواد. نه عزیزم همه با دست میخوریم. فدات شم دیگه کمپینگ دیگه اصلا ماهی اصلش به اینه که خجالت. آقا بخور بابا عجب. خوبه؟ خیلی داره الان انقدر گشنه است که من از خاکم یه مش بهش بزنم. نه میدونین که تعارف ندارم. ایوه خوبه؟ اوج گرسنگی مگه بد باشه میگم. برو براش. حاج مهدی بخور ببینم چه جوریه. فرشته که خیلی عشق کرد. چطوره مهدی؟ چون گاو میخوری. چطوره؟ خوبه؟ آی بمیری. حرف بزن. چی اینجوری داری بالا میاری چرا؟ میترسه به خاطر تو رو خدا چاقال. آیه. خب دوستان شما اینجوری میگیری. من راحتم. من تو چند یوتیوب هم راحتم. میخوای بگی گاله، میخوای بگی عقب مونده، خوش کنیم تو جان. میخوای بگی مثلا مهم نیست با
من بچه شمالم، بچه جنگلم. گوش دادی حاج مهدی؟ یه دونه ای بعد باش ما تو جنگل بزرگ برمیم دونی؟ من گاته با خدا بیامرزی با دیگه میدونی من گاته با خدا بیامرزی با که یعنی چی؟ اصلا نمیفهم چی میگی یعنی با بزرگم خدا بیامرزی میگفت مگه علوا خدا بیامرزی با دیگه غذا رو به دست بخوری. گوش دادیم؟ آقا همین که هست پولدارم بشم همین. الان که پولدار، الان ما پولداریم مدی الان ما تو چه قشری از جامعه قرار میگیریم؟ مفرح که 100% نیستیم. ما جز دهک 4 جامعه ببین یعنی ما متوسط رو به بالا حساب نمیایم؟ نداشت نمیایم. ما نمیایم متوسط رو به بالا هم نیستیم. آها جهانی آره نه جهانی هر که کس ثروتمندیم. جهانی هر کس تو ثروتمندیم. آمریکاست تو 5-10%. من غذا رو بخورم بعد برمیگردم خدمت ببینم که برنامه چیه. ما چراغ مراغا رو خاموش کردیم داریم میریم این داخل. صورت اسلامی فرشتم به صورت اسلامیه. آری آجودی هیکل بنداز بیرون، آجودی هیکل بنداز بیرون. فرشته اینجا دست یخه باشه دیگه. من زوم کردم که همه چی اسلامی باشه اگه میشه دور شید. اوه چی داغه، خیلی داغه. اوه نشستید شما؟ چقدر داغه، چقدر داغه. حال میده، خدایی حال میده، خدایی حال میده. خب دوستان در مرحله شولکس هستم. رتی گل آجرتی چه خبر آجرتی؟ قربونت داشت. تو فکری ملکو چیکار کردی داشت؟ ملکو من نمیدونم تو گمرک مونده بارم ترخیص نمیشه. ایوال آجرتی بریم یه عرق خوب بخوریم باز بیایم. باز ایتی داری دود میکنیم ایتی داری کل من لخت اومدیم بیا دیگه بیا پایین بیا ما از اونجا بیا تو مسیر قاچاق اومدی تو واقعا تو پاناما بودی. یه بار تو زندگیم یه غلطی بعد از صخره بپری. خب بچه ما الان دوباره ماشینا آتیش فلان همه چی رو به راه میکنیم. قلیون میخوام قلیون بذارم داشت فرش اگه سردته من یه بخاری خوب بگیرم بشینی تو ماشین خوشی بیای بیرون ها. خب بچه ها جونم سلام. بچه ها جون ما اینجا نشستیم 1-2 ساعت بازی کردیم. این دوربینی که من باش فیلم میگیرم چون بردیمش تو آبگر توش آب رفت و شارژ نمیشد. فوت و توف و بخاری و رو آتیش بگیر و فلان. خلاص بعد یکی کار خاصی نکردیم فقط اینجا نشستیم یکم بازی کردیم. الان اومدیم این داخل میخوایم دوباره بشینیم بازی کنیم. بالاخره روشن شد و اینم الان به برقه. شاید بگید برق از کجا؟ من از تو ماشینم که پریز دارم میتونستم برق بکشم اما اینجا خودشون اونجا رو دیدید پریز برق گذاشتم. من سیمسرا داشتم توی صندوقم اینو بردم این تو آمبلی ببل چایی گذاشتم. فرشته چایی دوست دارم چایی میچسبه و همین دیگه برو بریم. اصل کمپینگ همینه دیگه میای که یه کار مثبت کنی به یه وایب خوبی. بذار من این کارو کنم. بذار اون کارو. بذار بریم اونجا. بذار اینو بازی. بعد منم متاسفانه چیم حسنا که راستگو هم میپرم جلو همه کارا رو میدم به من. او پسر خوب تو بلدی بیا آتیش او پسر تو چقدر خوب چای میذاری بیا چای بذار. بلدی. آره تو چقدر من همه میشینن آتیشی درست به من دنده میدن من عین گاو بعد درست میکنم غذا رو همه میخورم. آفرین شما خوشمزه بودن. من 3 ساعت دستم الهی بگم تشتی خدا خوب. صدا چی بود؟ این تاسه بعضی صداها زیاد بچه ما بازی رو شروع نکرده بارون اومد. اوه میتی این بارون میتی میتی آقا بارون بیا بریم. بچه این یه جوری داره باد میزنه همه چی داره پا میشه. ما بریم. میتی کجاست این میخواش جاشو بلدی؟ فکر کنم تو ماشین رو اوکی لیتس گو. تو یعنی کی؟ سویچتون توه سویچتون توه کجا؟ این نیست؟ یاروش باید اینجا باشه. آفرین قشنگ بکشش. نه بکش وایسا. جوری بکشم یه تو زمین نمیره. تو فکر من اینو کشیدم. خب الان بکنش تو. وایسا اینو برام. چکش چی کن؟
یکی حالا تو چجوری داری ویدیو میگیری؟ من نمیدونم این چه وضعی ویدیو گرفتن؟ قشنگ نزدی اینو داش خنده‌داری ماجرا اینه که چرا که تو زدی با کوچکترین بادی در میاد. این خوب رفت مهدی، این تا ناموس رفت اینجا یکی نیست اینم کامل رفت خوش اونام اینجوری میره مهدی بگو خود چجوری ویدیو داره میگیره برو خاموش کن چه بارونی میزنه ایول مهدی بیا تو خونه نقلیمون انگار من 8 سالمه یاد بچگی هم افتادم که با بالشت خونه درست میکردم اول میخو محکم میکوبیدی باری کردم آقا بودی به من نمیرسه ولی دوست دارم الان چیه؟ الان مشکل چیه؟ به من بگید مشکل چیه؟ مشکل من اینه که دوست دارم بازی در صداقت کامل الان صداقت کامل رو من دارم بازی میکنم من تازه حالم بهشون دادم فقط تو من چی؟ یه آخرین بار آخرین بار میپرسم بله یا خیر بگو آیا شما مهره رو تکون دادی که از عدد 4 به 3 تغییر شکل پیدا کنه یا من نمیدونم نه آقا نمیدونم ندونی آقا نمیدونم یعنی دادی یا ندادی من یه سوال چون طرف نمیدونم اوکی یه بار از اول بگو یعنی این کارتو بهت پس بدم پس بده بیا همین جایی که بود آقا من چرا آخه من الان یه کارت گرفتم ما داشتیم بازی می‌کردیم ساعت اینجا 1 صبح ما اصلا نفهمیدیم که ساعت 1 یا دیدیم یه صدای داشتیم عربده میکشیدیم نه من اینو به تو نمیدم تو اونو من نمیدم فلان یا دیدیم از اون ته یه صدا اومد ساعت 1 صبح ببین صداش دیدی 3 بار اکو میشه اینجور بعد همه جا سکوت بعد ما تو ساکت شدیم دیدیم چه سکوت با ما بود آره با ما بود چی دیگه از اون موقع مثل موشه آروم مهدی جان آبو بده آی دهنم بود بعد بچه انقدر سرده اصلا ما جورت نریم پیکنیک خاموش کنیم مهدی من این از همه راحت تر انگار خواب بود و من در تعجب بودم کاملا که چطور ممکنه ساعت 3:49 صبح نیم ساعت پیش من بیدار شدم دیدم مهدی بعد من بیدار شدم یهو دیدم مهدی نیست و صدای ماشین میاد بعد من دیدم نصف بدنمو حس میکنم بعد هاک شدم میبینی دیدم چرا دماغم گرفته چرا گلم گرفته چرا من یه سرمای وحشی خوردم زدم به فرشه گفتم فرشه فرشه زیر بود اول دستمو کردم توی فرشه تو خواب کیسه خوابی مردم قطب میرن با اون همون تو فکر همین بود صعود میکنن تو فکر برف تو فکر همین بود گفتم نه دیگه این چون تو کیسه خواب سگ جاش خوبه بعد دست کردم دیدم گرم بعد یهو بیدار شدم گفتم سرده تگو چی شده من تا یک سالی کلن کمپینگم تکلیف همین شد دیگه امکان نداره بیایم تا کمپینگ درسته آره بقیه چی دارن که گرم میمونن من اگه کیسه خواب داشتم همین دم در میخوام شو خب بچه چطوری زندگیم درد میکنه پام علوم چشام همه جام خب بچه هنوز خوابم من بیدار شدم این چادر رو جمع جور کردم اصلایتشو در آوردم مشغله دور و بر دارم جمع میکنم یه چایی گذاشتم اینجا که بعدش بتونیم بریم یه زغال ریزی هم درست کردیم ناهار رو میزنیم و این آخرین و اولین باری بود که من اومدم کمپینگ و حاج مهدی اگه میشه یه قرار بذاریم یه 2-3 ماه همون نبینیم موافقم اگه میشه توی چند وقت به من زنگم نزن مرسی یه کبابو نشون بده چیکار کردم من بی‌نظیرم مهدی قبول داری با دست خالی ها با همین دستای زحمت کشیده کارگری شدی الان من میخوام واسه فرشته اینا رو
بردارم فرشته جان بخور ببین تو دیگه واقعا داری ما رو شرمنده میکنی. چطور بود؟ داغ نیست همینجوری گاز هم داغ. داغه. چطور میخواد باشه؟ با اون مرینیتی که شده انتظار داری چی بشه؟ بذارید اینجا بیرون رو بهتون نشون بدم یکم دور و بر. اینجا جایی بود که ما دیشب خوابیده بودیم. اینجا مثلا این فکر کنم همون کسی که دیشب عربده کشید سر ما تا اون ته کلی راه داره و اینجا هم استخرشه. بهتون نشون بدم اینجا همون سونا هست که ما دیشب رفتیم داخلش. اینجا هم قشنگ میتونی بشینی چیل کنی واسه خودت. همین شبیه بریکینگ بد دیگه. الان اونو اگه شما نگاه کنی کپ لوکیشن بریکینگ بد. اینجا وقتی از اینترنت و از دنیا وقتی بدوری خیلی باحاله. یعنی هیچ، یعنی نه واقعا نه گوشیت زنگ میخوره نه اینترنت، هیچی گوشیت فقط نقش عکس فیلم دوربینو داره، هیچیش کار نمیکنه. بچه‌ها ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید. اگه دوست دارید ویدیوهای بیشتر بگیرم با بچه‌ها از این مدل جاها بریم بیشتر ویدیو بگیریم براتون، قلب منید دیگه. پس جایی ندید، ویدیو ادامه داره. بعد برگردیم. اوکی بچه بزنید بریم. ما اینجا رو ترک میکنیم چون صاحبش اومد. ما باید تا ساعت 1 باشیم، الان 1:06 است و اونایی که میخوان بعد ما بیان رزرو کردن اومدن گفتن راحت باشید حالا بشینید فلان. ما میگیم زشته، تازه حالا می‌خواستیم یه چیزی آبجو بزنیم ولی گفتیم دیگه اوکی برو بریم دیگه. Sir, thank you so much. Thanks for being patient. Thank you. ببینید بچه‌ها اینجا بقیه افرادی هستن. بچه‌ها و آمریکایی‌ها واقعا روی کمپ رفتنشون خرج میکنن. میدونی؟ وسیله‌های مختلف میخرن، آروی میخرن. این آرویایی که شما دارید میبینید دیگه از 30-40 هزار دلار شروع میشه. کسی که دیشب از چادرش در اومد رفت تو ماشین خوابید ما بودیم. هیچ که چادر در نیومد، هم چجوری گرم. تا سر این جاده ما مسیرمون با مهدی مشترکه، بعد دیگه جدا میشیم. مهدی میره چپ سن دیگو، ما میریم راست. چیکار میکنن؟ ما میریم راست به سمت الی. برو بریم. مسیرهای ما از هم جداست اینجا. خوش گذشت. فرشته خدافظی کن، میخواد بره. حالی کردی همین درم میاد. کیرش هم صحبت نکرد. خداحافظ. برو برسن. برو بری زندگیت. خب دوستای قشنگم ما رسیدیم الی. 3 ساعت رانندگی بود، حدوداً نیم ساعت دیگه میرسیم خونه. خوبی امروز اینه که خوبی الان اینه که عید و اینا خیلی ترافیک کمه، برعکس ایران که تایم عید و اینا خیلی ترافیک سنگینه. اینجا از روزهای نرمال ترافیک سبکتر میشه توی این ایام. خیلی عجیبه برام، نمیدونم چرا حالا مردم از الی میرن جای دیگه، میرن شهر، میرن ولایتشون، شهرستانشون، نمیدونم کجا چیکار میکنن، ولی خلوت میشه دیگه. ما بریم خونه این وسیله‌ها رو بریم بچینیم، بشوریم، دوش فلان، لباسا کثیف. ولی گفتم دیگه از بقیه داستان فیلم نگیرم، چه جذابیتی داره ما اینا رو بخوام. پس ویدیو رو اینجا تموم میکنم. بچه‌ها مرسی که تا به اینجای ویدیو با من، فرشته ایرانپور و مهدی وطنخواه زندانی سیاسی حضور داشتید و ویدیو رو دیدید. امیدوارم که ویدیو رو خوشتون اومده باشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید، چنل زنگوله رو روشن کنید. اگه دوست دارید بیشتر بذارید بگید داخل کامنت ها. قلب منید مثل همیشه. پیس.